با سلام از دفتر مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ شلول خوجه هستم با سرخط خبرهای روز. بینندگان عزیز در خدمت شما و فکر میکنم که در این چند دقیقه شما با ما خواهید بود تا اینکه از موضوعهای روز که در تاجیکستان و جهان است آگاه شوید و همین گونه فراموش نکنید که بعد از رسا 3 ساعت دیگر شما رو در برنامه خبری با تفصیلات این مطالب منتظر میشیم که 15 دقیقه ادامه میکند و طبعا هم میدونید اگر بیننده دائمی باشید برنامه خبری فراگیری موضوعی مهم است. خب وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر یک اعلان تاکید کرده است شخصانی که سیم کارت‌های موبیلی‌شان با شناسنامه‌های نمونه سال 1996 به قید گرفته شدند باید تا 10 آگوست سال روان آنها را با شناسنامه نمونه سال 2014 از نو به قید بگیرند. برای عوض نمودن شناسنامه‌های دوره‌های شناسنامه‌دهی تا ساعت 10 شب کار می‌کنند و مقامات گفتند که وزارت قادر است ماهی فقط تا 50,000 شناسنامه عوض کند ولی معلوم نیست با تمدید مهلت کاری وزارت در یک ماه به چند نفر میتواند کارت نوی هویت بدهد و اینم در حالی است که در تاجیکستان تا حال بیش از 3 میلیون نفر شناسنامه‌های سال 1996 را دارند و طبعا از نوشته های شما برمی آید بینندگان عزیز اکثریت آنهایی که با شناسنامه‌های کهنه سیم کارت گرفتند در روسیه هستند و باید برای شما بگم که طبعا وزارت کارهای داخلی گفت بعد 16 آگوست آنهایی که شناسنامه‌های نو نگرفتند و سیم کارت‌هایشان را از نو به قید نگرفتند سیم کارت‌هایشان قطع کرده می شود. فطری روزه رو به رئیسان محله سپرید. مسئولان جماعت و محله ها در تاجیکستان به جمع‌آوری فطری روزه مردم پرداختند. آنها میگویند روی خط عائله های کم بضاعت و معیوبان و یتیمان را در دست دارند و فطری روزه رو محض به شخصان نیازمند میرسانند. شورای علمای مرکزی اسلامی سابق قاضیت تاجیکستان اندازه فطری روزه رو در سال 2019 برای یک نفر 5 سومانی و برای افراد دارا 48 سومانی مقرر کرده است. ضمن جمع‌آوری مبلغ فطری روزه در تمام مناطق تاجیکستان ادامه دارد و اگر شما در یاد داشته باشید سال گذشته نیز در تاجیکستان برای جمع‌آوری فطری روزه مردم چنین کمیسی‌های مخصوص تشکیل شده بود و کمیته دینی تاجیکستان اعلام کرده بود که از حساب فطری روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانی مبلغ جمع‌آوری شده به نیازمندان رسانیده شده است. در حالی که تحلیلگران مسائل دینی میگویند تاجیکستان موافق کنستیتوسیون کشور دنیوی است و دولت نباید به امور دین و اعتقاد مردم دخالت کند. البته این یکی از موضوعهای دیگری است که اطرافش در برنامه خبری امروز صحبت میکنیم. نمایش دهشت افکنان اسیر در افغانستان گروه جنگجویان را با نقاب در روی و زولانه در دست نمایش دادند و منصبداران ولایت جنوبی قندهار افغانستان میگویند در عملیات خدمات امنیتی ملی 30 جنگجوی را به صورت گرفتند که آنها اساساً پیروان طالبان و داعش یا خود گروه دهشت افکن دولت اسلامی می باشند. باید گفت که ریاست امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند و اگر بعد 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید گزارش رو در این زمینه می توانید تماشا کنید و همچنین در برنامه امروز درباره دهه آزادی برای شما خواهیم گفت که نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر است و ساکنان آزادی به فرق از دهه‌های اطراف به تحصیل دخترانشان بیشتر دقت می‌دادند و حتی اگر به دانشگاه داخل نمی‌شدند دخترانها این باعث شرم والدانش می‌شده است و حالا در دهه آزادی سطح خواجگی به سر میبرند و باید گفت که به قول ساکنان اینجا آزادی نام گرفتن دهه در سال 1992 آنها را از دهشت جنگ رها نمود به قول آنها و نام آن نیز برای آزاد شدن از جنگ گذاشته شده است و چند مطلب دیگر نیز هست که بینندگان عزیز فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر در اختیار ما همکارانمان میگذارند و شما نیز میتوانید در برنامه خبری معلومات دریافت کنید. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو ما شما را در پخش مستقیم در آزادی ویدیو منتظر میشویم.